درود دوستان. خب توی این ویدیو میخوایم در مورد یه سری امکانات دیگه AI توی پروژه‌مون بدونیم. من میخوام متد پابلیش و البته دو تا متد پابلیش که داریم، یه دونش جنریک یه دونش غیر جنریکه، میخوام یه سری کامنت بهش اضافه بشه و AI برای خط کد هایی که اینجا نوشته کامنت اد کنه و توضیح بده که هر خط داره چیکار میکنه. من یه دونه کامنت کوتاه نوشتم که نوتیفیکیشن اضافه کنه اینجا. خب اینو میزنم، در حینی که این داره کار میکنه یه چیز دیگه رو میخوام با هم بررسی کنیم. میریم توی سورسی که جنریت شده، این یک اوکی. یه بار دیگه برگردیم اینجا. نمیدونم، شاید چون فایل رو عوض کردم این فایل از حالت current مثلا کانتکست خارج شد، خطا خورد. حالا با الان پیداش کرده، داره روش کار میکنه. برگردیم اینجا. همونطور که یادتون هست اینجا این خط کده رو آخرش اضافه کرده، یعنی میگه که یه دونه نوتیفیکیشن هندلر داریم به نام یوزر کرییتد نوتیفیکیشن هندلر که خود نوتیفیکیشن یوزر کرییتد نوتیفیکیشن هست، که به این صورت ثبت میشه. میگیم این نوتیفیکیشن هندلری داریم برای این نوتیفیکیشن که هندلرش هم اینه. درست شد؟ من این خط رو کپی میکنم، ببریمش تو متد مدییتور و اینجا ببینیم کامنتی که اضافه کرده برای ما چیه. چرا دارم اینو در مورد این صحبت میکنم؟ خیلی مواقع است یه کدی مینویسه ای آی برامون و بعد حالا خیلی خوبه که زمانی که مینویسه چشمی بخونیمش و بفهمیم که داره چیکار میکنه. اگر دیدیم یه کاری کرده که ما نمیفهمیم، باید ازش بخوایم توضیح بده که چیکار کرده. یکی از راهاش خب همینه که بگیم کامنت اضافه کنه. مثلا اینجا داره میگه که build the runtime type for iValidator concrete notification where concrete notification is the actual runtime type of notification. اینجا میگه که runtime type اون notification type ما رو میسازه. مثلا اگه اون تایپ ما که اینجا این بود، تایپ اون اینه دیگه، user created notification. یعنی عملا این notification اینجا وقتی فراخوانی میشه مثلا user created notification وارد میشه. پس اول runtime type اینو به دست میاره که میشه این تایپ اینجا. بذارید این تیکه پایین رو با هم دیگه ببینیم، چون این داره به ولیدیتور میگه. من میخوام در مورد عرض یکی هستم، ولی بذارید در مورد قسمت پایین تر بگیم. اینجا میگه construct the concrete notification handler interface I notification handler، بچه‌م اون تایپ ما. پس اولا اینجا داره از طریق این نوتیفیکیشنه اینترفیسش رو میسازه. میگه که یه دونه اینترفیس برای من بساز از جنس آی نوتیفیکیشن هندلر که جنریکه و اون تایپی که تو جنریک باید قرار بگیره چیه؟ این نوتیفیکیشن است که یوزر کریتد نوتیفیکیشن است عملاً. بعد خط بعدی میگه که یعنی اینجا میگه که دوباره construct the type IEnumerable INotification handler بعدش هم concrete تایپ ما. میبینید اینجا میگه که از جنس IEnumerable و این تایپی که بالاتر ساختی دوباره یه دونه runtime تایپ به من بده که عملا میشه یه همچین چیزی، میشه IEnumerable INotification handler user created notification. حالا زمانی که اینو ساخت که میشه این، بعد پایینتر میگه از توی هندلر میگه از توی سرویس پرووایدر سرویس رو برام پیدا کن که از جنس enumerable تایپ باشه، یعنی از جنس enumerable notification handler user created notification باشه. ولی ما اونور یه همچین چیز فقط ثبت کرده بودیم دیگه. حالا اگر این زمانی که میره میبینه از جنس enumerable notification handler و بعد این تایپ چیزی وجود نداره، مطمئنا خب بعدش میاد فقط برای یه دونش چک میکنه، یعنی مثلا چک میکنه ببینه فقط تکش وجود داره یا نه. ولی اگر دو تا هم خب باشه بازم پیداشون میکنه دیگه. و حال پس این خط کده میره اینو پیدا میکنه، میگه خب اوکی برای آی نوتیفیکیشن هندلر یوزر کریت نوتیفیکیشن یه دونه هندلر ثبت شده، این اون تایپی که تو دنبالش داری میگردی، این هندلر ما میشه این بعدش. بعد میگه اگه نال نبود بیا پایین، حالا اگه یه دونه بود یا چند تا دونه بود تک تک ایتریت کن و متد هندلشون رو فراخوانی کن. دوباره پایینتر هم
برای نان جنریکش تقریبا یه کاری به همین صورت انجام داده. این تیکه بالا رو هم توضیح ندادم چون اینو قبلا در موردش صحبت کرده بودیم، ولی این هم اولش میاد برای ولیدیتور دنبالش میگرده، ببین آیا ولیدیتوری برای اون نوتیفیکیشن ثبت شده یا نه. اگه ثبت شده بود پیداش میکنه و بعد اونو فراخوانی میکنه. خواستم توی این قسمت در مورد این صحبت کنم. زمانی که اینطوری تغییری هم تو پروژمون اعمال میکنه AI، توی این قسمت میبینیم چند تا دونه آیکون میاد، میگه که مثلا اکسپت کن کل تغییرات رو، یا میگه که دیسکارد کن، یا این دیفرنس رو میزنه که تغییرات رو نسبت به چیزایی که از قبل داشتی نشون میده، یعنی کلا ریموو فایل میکنه. حالا ریموو فایل کنم توی این مورد کار نکنه چون که این فایل اصلا وجود داشت، حالا تست نکردمش تا حالا. بعد یه نکته دیگه هم در مورد این قسمت بهتون بگم، زمانی که روی اسک هست، یعنی فقط شما میتونید در مورد سورس کدی که توی این آیدی دارید میتونید سوال بپرسید که بره فقط چک کنه بهتون به سوالاتون جواب بده. توی ادیت میتونه ادیت کنه، توی ایجنت هم میتونه ادیت کنه، ولی فکر می‌کنم توی ایجنت قابلیت استفاده از اون MCP سرورها و اینا هم وجود داره که البته من کار نکردم باهاش و خواستم بهتون بگم. توی اینجا هم فکر کنم شما میتونید مثلا چیزای دیگه اضافه کنید. مثلا اینجا MCP ریسورس هم داره، میتونید تعداد فایل هایی که میخواید رو اینجا اد کنید، مثلا بگیم که برای فلان مسئله مثلا این فایل و این فایل رو مثلا بررسی کنید و بعد اون کارا رو بری انجام بدید. همین خواستم اینا رو یه خورده با هم بیشتر بررسی کنیم و بدونیمشون. سورس جنریتور هم که تا جایی که دیدید به این صورت شد. تقریبا یه ورژن خیلی کوچیکی از مدیتور الان سیستممون داریم و تماما مدیتور ریپلیس شده است، یعنی کلا ریموو شده از پروژمون و مدیتور خودمون ساختیم. همین تا بعد.